یه خبر از ترکیه بهتون بدم. خواهر مسلمان، یک زن مسلمان با حجابی در پارلمان ترکیه سبب اون تحول در ترکیه شد و در استانبول شد و همون زن سبب زلزله ترکیه شد. وقتی از پارلمان بیرونش کردن به خاطر اینکه میگفت لا اله الا الله محمد رسول الله و با کمال حجاب در صحنه سیاسی شرکت کرده بود. یک زن در یک کشور لاییک و ملحد که 600 سال اسلام در اونجا حکومت کرده، با آمدن کمال آتاتورک رابطه اونها با اسلام قطع شد، اما اسلام ریشه قوی و طویل میدوانه. نهایتاً چه اون زن رو بیرون کردن و تحولات روز به روز در ترکیه اوج گرفت. یک زن با زبان بی زبانی، با سکوت، با یک لباس حجاب بزرگترین سخنرانی عصر خودشو کرد. همه سخنرانی به زبان نیست، گاه وقتی به اخلاقه. بعد فشار اون لایک ها زیاد شد و اخیراً روزنامه های اردنی نوشته و به فارسی روزنامه ها نقل کردن. من الان فرصت نشد، ندیدم، اون روزنامه داشتم، فرصت نکردم دنبالش بگردم بیار اینجا بخونم برای شما. تو مسجد خوندم برای دوستانتون. این روزنامه به نقل از روزنامه اردنی از یکی از علمای اردن نقل میکنه سبب اصلی زلزله ترکیه، زلزله‌ای که نزدیک 30-40 هزار نفر کشته شد، سبب این زلزله این که در یکی از روزها در کنار ساحل دریای مدیترانه، در کنار ساحل مدیترانه 3000 نظامی اسرائیلی، آمریکایی، ترکی، عالی رتبه در ارتش ترکیه و اسرائیل، نظامیان عالی رتبه شرکت کرده بودند در یک مجلس رقص و پایکوبی و عیاشی و خمر و معصیت خدا. جلسه فارغ التحصیلی یه عده‌ای از افسران ترکی بوده. در همون جلسه یک جنرال ترکی به یک سرهنگ ترکی میگه قرآن بیار. وقتی قرآن میاره میگه باز کن. ارشد دیگه، جنرال داره دستور میده به یک سرهنگ باز کن، بخون. بعد آیه هایی رو از قرآن میخونه اون سرهنگ، بعد میگه ترجمه بکن. میگه من ترجمه بلد نیستم، عصبانی میشه، قرآن رو از دست اون سرهنگ میگیره و تکه تکه میکنه و بعد پرت میکنه هر تکی زیر پای رقاصی که داره میرقصه. بعد اون سرهنگ میگه، سرهنگ مسلمان بوده اما نمیفهمیدن، میگه یه واشکی خودمو از اون صحنه بیرون کردم، رفتم بیرون. یک دفعه از اون جلسه که رفتم بیرون، در حالی که بیرون میرفتم با اون کاری که اون جنرال کرد، برگه های قرآن و تکه تکه و پاره پاره زیر پای رقاصه ها، رفتم بیرون در حالی که ترس بر دلم مستولی شده بود و مسلط شده بود. از در که رفتم بیرون دیدم که نور قرمز رنگی یا سرخی عجیبی از دریا بلند شد. دریا سرخ شد یا باد شد، یک نور سرخ رنگ غلیظی از دریا بیرون آمد. به مجردی که این نور سرخ غلیظ و وحشتناک از دریا بالا آمد، دیدم که زمین زیر پام داره میلرزه. زلزله هم همزمان با اون نور رشته شروع شد. همونجا خاتمه چه شد؟ 3000 نفر بودن، یک نفر فقط نجات پیدا کرد، اونم همون سرهنگه، اما به خاطر امنیت جانش اسمش فاش نشده، خودشو معرفی نکرده، اما این قصه رو مطرح کرده. الان اونهایی که بعد از زلزله و تمام شدن زلزله از آمریکا آمدن، از اسرائیل آمدن، از ترکیه، دارن دنبال جسد اون 3000 نفر میگردن، هنوز یک نفر رو پیدا نکردن. نه اون پایگاه نظامی وجود داره، نه اون 3000 نفر معلوم نیست که کجا هستن. اصلا زمین باز شده رفتن داخل. سبحان الله. خسف شده. یکی از بلاهای خداوندی خسفه، یکی صاعقه است، یکی زلزله است. وقتی زلزله میشه زمین باز میشه، خسف، همه رو میبلعه، بعد میاد به هم. کجا دنبالش میگردی؟
در رهگذر بلا نشینی گویی که رضای حق چنین است. در رهگذر بلا نشینی گویی که رضای حق چنین است. رضای حق چنین است، رضای حق اینجاست. راه برو بی راه مرو،